آگاه باشیم که همون گناهی که در نزد پروردگار است مغفرت می شود، نه در گناهی در نزد انسان است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جنازه آدم خرزدار را نمی خواند و روز جنازه پیش آوردن، نزدیکترین انسان برای مرد همسرش است. از همسرش پرسیدن، گفت که قرضدار است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت من جنازه ای را نمی خوانم. پس یکی از صحابیان جلیل قدر گفت یا رسول الله، من اینو به ذمه میگیرم. قرض رو به ذمه گرفت و جنازه رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشت. روز یکم پرسید قرض چی شد؟ گفت حالی فرصت نشده است، ادا نکردم. گفت قرض برادر چی شد؟ قرض برادر چی شد؟ 3 روز پای هم. گفت نه دستم نرسید که ادا کنم. روز چهارم گفت قرض برادر چی شد؟ گفت یا رسول الله امروز ادا کردم. گفت الان یبرد جلدو، امروز یعنی با ادای قرضش امروز روحش خاطر جمع شد و الا در عذاب علیم گرفتار بود. این چی معنا دارد؟ در شریعت اسلامی عهد هیچ اعتباری ندارد، وفای به عهد اعتبار دارد که وعده رو دروغ میگه. پس کسی که این 3 علامت دارد وعدهش رو وفا نمیکند باید بداند و خوب آگاه باشد که در پیش پروردگار نه اینکه عمل ندارد، وجود ندارد. پروردگار میگه که هیچ رحم شفقتی نسبت به تو ظاهر کرده نمیتونم. چرا؟ چون که خودت مناسبتت با من نیست، مناسبتت با خلق من درست است.